هی گایز، چطورین بچه ها؟ من کارلوسه و به چنل کاریوکس خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم بریم روش های مخزنی که توی توییتر دوستانمون به جا آوردن رو ببینیم. پس بزن بریم ببینیم چه روش های سمی گفتیم. ایموجی بوس، نماد نئاندرتال متمدن. توضیح: این دسته هنوز به اولین روش‌های مخ زدن به فضای مجازی پایبندن. ایموجی مورد علاقه‌شون چشم قلبی هست و عقیده دارن دخترها دنبال مردی همینقدر صاف و صادق هستن. معمولا هیچ وقت به هدفشون نمیرسن و تنها میمیرن. شعار: شیطونی ها فدات شم، قربون جون. ببین واقعا راست میگه، هر کی میاد ساده پیش بره به نظرم شکست میخوره. پس دختر پسرای عزیز انقدر ساده پیش نریم. خب ملانکولی من گفته که منم مخزنم بدم میاد. به نظرم مخزنی کار حیوان هاست که جنس نر میخواد با رقص و نمایش و اینا مخ جنس ماده رو بزنه که تولید مثل کنه. ما آدمیم خیلی منطقی. میگم ازت خوشم میاد، بریم تو رابطه یا نه. دیگه اینکه فلان چیز رو بگم یا فلان کار رو بکنم که دختر خوشش بیاد تو کت من یکی نمیره. بابا خفه شو بابا، خدا وکیلی. قشنگیش به همین سختی بکشی برای مخ زدن دیگه. آقا یارو اذیت کنه، تو اذیت کنی، یه ذره حرف بزنی، نمک بریزی. بابا چیه دیگه اینقدر ساده بری بگی مثلا ازت خوشم میاد، یارو میگه نه بیا. میبینی چی میگن؟ چرت و پرت میگن مردم. بچه دوپامین نوشته که باورم نمیشه دارم از اکسم روش‌های مخ زدن رو یاد میگیرم. آقا این روابط قبلی خدایی خیلی یاد میدن. یعنی هر چی سمی بودن، هر چی حرفه تو مخ زدن از تجارب قبلیه. تجربه قبلی همیشه کمک میکنه که تجربه‌های بعدیتون خفن تر بشه. خب بچه ها، سویدا نوشته که عاشق بابامم. امروز داشت روش های دلبری اون مخ زدن بهم یاد میداد، اونقدر وضعم خرابه. وای بابا، این فکر کنم خیلی سینگل بوده. یعنی قشنگ اینطوری بوده که بابام گفته بابا بیا برو تو رابطه دیگه، خستمون کردی. فکر کنم خرجش زیاد بوده. بعد بابا اصلا دنبال این بوده که یه پسری پیدا کنه که فقط خرج اینو بده. فینچ نوشته که وقتشه از روش‌های قدیمی مثل سلام خوبی و سلام دختری و سینگلی استفاده کنم تا زید گیرم بیاد. این خیلی شکست خورده. این مخ زدن ها دیگه جواب نمیده. کسی مثل قبل عاشقم نمیشه، احتمالاً old is gold. آقا این خیلی بنده خدا سینگل بوده. یعنی قشنگ ضربه ها خورده از روش های خفن، نتونسته. میدونی یک لمی داره که یه سریا پیدا نمیکنن. فکر کنم این لمه رو نتونسته پیدا کنه هنوز. میخوام یه پیج اینستاگرام بزنم، فکت رابطه بدم و به مردهای عذب خدا زده از عذب خدا زده روش مخزن دختره جوان و زیبا رو یاد بدم. همین مونده، پاشیم بریم تو دوره مثلا یه دوره برداریم که چجوری مخ بزنیم، اونم دختر پسرهای جوان و خوشگل. ببین واقعا نمیدونم دیگه انقدر تو ایران کار نیست و حس میکنم مردم دنبال راههای عجیبه. آخه بابا تو خودت بده عکسشو بیاریم ببین. بابا ولمون کن خدا وکیل. البته خوبه پسر عملی بهش نمیخورد بتونه مثلا دوره های آموزشی مخ زدن و خودت چند نفرتون میرید تو همچین دوره شرکت میکنید؟ والا. جناب آقای جوکر نوشته که وقت است که بشینی و گیسو بکشایی تا با تو بگویم غم شبهای جدایی. هشتگ مخ زدن به روش سعدی و حافظ. بابا ولمون کن خدا وکیل. من تنها چیزی که بتونم باش مخ بزنم ته شعر ابیه، اونم بخوام بخونم میرینم. مثلا میگم بهار وقتی بهاره که دوستشم بیاره، بعد میگم نمیشه دیگه ادامه. خب نقشبان نوشته که ببینید عزیزان روندش اینجوریه. ابتدا به حمام میرم، زیر بغلتان را با آب و صابون میشویید، سپس ماه زیر بغلتان را با تیغ میزنید. قبل از خروج از منزل از مام استفاده میکنید، سپس از خانه خارج میشوید. در غیر این صورت در مترو خیابان از شما
قیمت گوشت گوسفند و شیر بز پرسیده می شود. ببین یعنی گل گفت. میدونی چرا؟ پاکیزگی، تمیز بودن از ببین مهمترین روش‌های مخ زدنه. یعنی یه نفری که بوی خوب بده، تمیز و مرتب باشه، به نظرم خیلی راحت تر میتونه تاثیر بذاره تا یکی که کرکسیف باشه. پس من اینو لایک میکنم بیشتر. خب پور بزرگ به ما از یکی از روش‌های مخزنی تو 13 به در گفته. یکی از روش‌های مخزنی تو 13 به در اینه که موقع والیبال بری تو تیمی که دختر هستن، هر وقت بازی رو تر زدن بزرگمنشانه هیچی نگی و حمایت کنی. مثلا یارو میزنه تر میزنه اعصابت خورد میشه، بگی که اب نداره مثلا ماشاءالله فلان، تشویقش هم بکنی، حمایتش هم بکنی. این هم روش قشنگه. البته 13 به در خیلی وقت دیگه مثلا مراسم نداریم، خیلی البته، ولی به نظرم خیلی راهکار جوابیه. مثلا هرچی، نه فقط 13 به در، مثلا یه جایی که توی مثلا جای عمومی بازی هستش، نمیدونم زمین بازی هستش، برین تو تیم دخترها، برای پسرها البته، برین تو تیم دخترها، مثلا دختر خراب کرد تشویقش کنید، بیشتر حمایتش کنید تا اینکه بخواید قور بزنید. این خیلی جوابه، چون خیلی عصبی میشه اگه یه نفر خراب کنه. ولی یه چیز دیگه، این که فقط برای پسرها بود. دخترها باید چیکار کنن؟ به نظر من شما دخترها باید برین توی تیمی که اون پسر هست که خوشتون میاد، هی لوس کنید خودتون رو، ادای این که وای نمیتونم فلان، وای سخته، آی دستم، وای پام فلان، خودتون رو لوس کنید. بعد جلو اون پسره حالا یه دو جا ازش کمک بگیرین، سفت مخش رو زدین. خب خانم سین برامون نوشته که داشتم فکر می‌کردم روش‌های مخ زدن یادم رفته. تازه فکر نمی‌کنم با روش‌های 20 سالگیمون تو 34 سالگی کاری از پیش ببرم. واقعا باید فکر اساسی بکنم. دیگه خواهر من، شما باید به فکر ازدواج باشی دیگه. مخ زدن چیه دیگه؟ الان باید برید دیگه ازدواج سنتی کنی اگه هنوز پیدا نکردی. وارد دنیای روش‌های مخزنی و لاستادن پسرهای غیر ایرانی شدم و جالبه هیچی مسئول وطنی نمیشه. واقعا ببین اصلا پسرای ایرانی یه چیز دیگه، همشون 0 تا 100، یعنی خوبن، همه خوبن، هیچ جا نمیتونی پیدا کنی مثلشون. بعد اون لمی که این پسرای ایرانی از دختر رو پیدا میکنن و هیچ کدوم پسرای خارجی نمیکنن. بعد آقا مثلا یه چیزی بگم، یه مثال براتون میزنم. مثلا تو خارج غیرتی بودن یه ذره کمتره، یعنی خیلی کمتر از ایرانی هست. بعد دختر ایرانی عاشق اینن که مردشون غیرتی بشه یا هر چیزی. میدونید چی میگم؟ پس از همین مثال کوچیک میتونیم بفهمیم که پسر ایرانی خیلی بهترن برای دختر ایرانی تا یه پسر خارجی برای دختر ایرانی. آقا این یکی از فانترین هاست. ولی وقتی میتونی با شیر کاکائو خراب کنی، چرا روش‌های نوین مخزنی استفاده میکنی عزیزم؟ بابا یارو اینقدر روک اومده گفته چجوری مخمو بزن، راست میگه دیگه. آقا با شیر کاکائو هم خراب میشه، مخشو زده میشه. الان مثلا من میگم من فلان چیز خوشم میاد، اگه الان بگیری همون مخمو زدی. البته که یه سری جاها شما باید کسی که دوستش دارین رو اذیت کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه شیر کاکائو دوست داره براش نگیرین، یه ذره اذیتش کنید، قور بزنه فلان کنه، بعد اون جایی که دیگه داره اذیت میشه بهش بدین که خیلی ارزشه، همون شیر کاکائو رو ببرید بالا. میدونید چی میگم؟ خب ایرانی خاکستری نوشته که روش لاس خشکی و مخ زدن ارزشیه دیگه. خب بچه‌های ما هم میرن کافه سیگار میکشن و از نیچه برای هم فکت میارن، برای گسترش علم نمیرن که، میرن با روشن فکری مخ هم رو بزنن. اینا هم همین چیز شعرها رو بلدن باش ادای آدم حسابی در میارن واسه. بابا چی میگیم بچه ها؟ خدا وکیلی. مثلا یه نفر میخواد مخ یکی دیگر بزنه، بری بشینه کتابای نیچه بخونه، مثلا سخن بزرگان در بیاره بشینه وسط کافه، اینه مثلا خوشه حافظ چی بگم، مثل اصلا سعدی اونجا عبا تنش کنه بشینه توضیح بده که آقا من چه خبره، میشن شعرهای جذاب بگه مخ. خدا وکیلی چند درصدتون با شعر حافظ مختون زده میشه؟ خیلی اینا قدیم، مثلا برای این داستانای فیلم ایرانی هست.
خب احمد نوشته که روش مخ زدن و برقراری رابطه های چرک در جامعه الان نصفش با روش استخدام و محل کاره. یعنی ببین دست گذاشتی رو درد جامعه. خیلی ها واقعا خیلی ها با این کثافت کاری ها مخ دختر رو میزنن و خیلی وقتا هم دخترها مخ پسر رو اینطوری میزنن. شاید یارو اصلا زن داشته باشه نخواد کاری کنه ولی رئیس زنش باش مجبورش میکنه، یا خیلی وقتا هم دخترها. واقعا چیز غمناکیه. به نظر من امیدوارم هیچ کدومتون تو این شرایط قرار نگیرید. و دوستای گلم، عزیزای دلم، اگر یک رئیس مرد داشتید و حتی خوشتون میومد ازش، اگر دیدید زن داره نزدیکش نشید. خب خلافکار خیلی هم اسم قوی داره. نوشته که ترم سوم دانشگاه به یکی از رایج ترین شیوه مخ زدن که همتون تنه زدن و جمع کردن جزوه هستش توسط یکی از دوستان آشنا شدم. یکی از دخترای همکلاسیم رو سوژه کردم و رفتم بهش تنه زدم که بیچاره با صورت خونین راهی بیمارستان شد. یا خدا تقصیر من نبود، من فقط تفهیم نشده بودم که تو راپله نباید تنه زد. وای چی کار کردی خلافکار؟ وای تو راپله تنه زده یارو خورده زمین سر صورتش خونی شده. نمیدونم واقعا دوست دارم بدونم بعدش چی شده. چخچی بچه‌ها، چخچی گفته که قدیما یکی از روش‌های مخزنی این بود که پسرها اسم بلوتوثشون رو شماره موبایلشون میذاشتن و تو اماکن عمومی با بلوتوث روشن کمین میکردن. نه بابا من یادم نمیاد همچین چیزی. و البته بلوتوث استفاده میکردیم ولی برای مثلا مثل تلگرام بود دیگه، می‌خواستیم فایل بفرستیم بگیریم و اینا با دوست موستامون، مثلا یه جوک خنده‌دار بود مثلا یارو میفرستاد. ولی دیگه تا حالا اینو ندیده بودم که یارو اسمش بذاره شماره‌شو بذاره اسم بلوتوثش بعد بخواد مخ بزنه. و خدایی مثلا اینطوری بود. عجب. مثلا یارو تو فضای عمومی داره راه میره یهو یکی بهش زنگ میزنه دختره پشماش نمیری. عجیبه یه سری چیزا واقعا تو ایران عجیبه. خب باباشونم فرتل میرزا ماشاءالله عکس پروفایلش هم خیلی جذابه. نوشته که روش های مخ زدن هم مثل تکنولوژی هر روز در حال تغییره. اگه به روز نباشی فقط ممکنه به خاطر عتیقه بودن خواسته بشید. او سنگین گفت. با روشاتون رو جدید کنید تو رو خدا. این چه روش های قدیمی میرید شکست میخورید. برید یه ذره آقا مثلا اینستا، برید از اینستا اگه میتونید. اینستا یکی از بهترین جاست. برید دایرکت بازی کنید، یه استوری ببینید، استوری ریپلای کنید. نکنید آقا روش قدیمی استفاده نکنید بابا، نکنید. خوشه های پشم ببینیم به اون چی گفت. ما همش واسه مخ زدن پی روش های باطل بودیم. نگو اصل اول مخزنی ذکر گفتن بوده و خبر نداشتیم. امشب 300 تا سبحان الله میگم باشد که کراشم تو دایرکت ظاهر شود. بابا آخه الان تو سبحان الله بگی خدا بدتر تو رو از این چیزا دور میکنه. اینا وسوسه های شیطانیه. پس آقا نکنی بابا. سبحان الله چیه؟ پاشو به خودت برس، خودتو زیبا کن، پاشو برا خودت یه دوش بگیر، موهاتو برو بزن، برو یه استایل خفن برا خودت بزن، یه ساعت بخر، یه دستبند بخر، برو تو مکانهای عمومی با دوستات برو، فلان دوستت بیاد، دوستشو بیاره، دوستشو بیاره. سبحان الله. آخه یعنی یه چیزایی میگه آدم پشماش میریزه. سیمین نوشته، سیمین خانم نوشته یکی از روش‌های تو دلبرویی و مخ زدن لوس بازی در آوردن تو جمع هست که من به طور کل از این محبت الهی بیمهرم. سیمین جان فکر کنم یه ذره وحشیه و عصبی. ایناست که تو جمع بره خیلی نمیتونه با آرامش پیش بره. و ایناست که مثلا رفاقتیه میری باش حال میکنی میگی بعداشم مثلا سیمین میدونی. من آخه من نمیدونم لوس بازی برای یه سریا اصلا توی کت نمیره. یعنی همون که میدونید نمیره.
به خاطر اینکه می‌دونی مثلا یارو چقدر شله من خودم اینجوری میشم. ولی یه سریال دوست بودنشون خیلی جذابه واقعا. بلد باشی به نظرم یکی از سلاح‌های خفن دختراست. سجدی نوشته که روش مخ زدن تو دست چطوری است. این هم آدم که وایسادن به نتیجه میرسن. ببین راستش بخوای منم تا حالا امتحان نکردم خب، ولی به نظر من اونجاها همش از نگاه بازی شروع میشه. یعنی اینکه یارو وایساده سینه میزنه و یه دختر هم مثلا اینطوری شالشو گرفته این ور داره نگاش میکنه و یه چشمکی به سره میزنه، یه چشمکی هم دختره یه لبخند به هم میزنن میرن اون ور. مثلا پسره میگه آخر دسته وایسا با یه چشم. بیشتر مخ زدن حرکتیه، یعنی تو حرکت بدن باید بگی، زبان بدنه بیشتر. به نظر من، البته من خیلی تجربه ندارم، اگه کسی میدونه بگه. روش های مخ زدن یک عدد سارینا. آقا یکی از دختره مملکتمون خیلی شیک اومده گفته که چجوری مخش زده میشه. بیاید ببینیم. روش های مخ زدن یک عدد سارینا: شیک یا معجون بگیریم، خرت و پرتای آویزون گردنی، البته این اشتباه نوشته، قاب گوشی، سگ یا گربه، جی کوکر بودن، غذاهای تند. این فکر نمی کنم برای همه دخترها باشه. نیمبوت و شلوار مدل جانگوکی به خرید بردن. اینو همه دخترها عاشقین. بازی کردن با مو، تو خونه موندن و گیم زدن و فیلم دیدن این خر فسود خوردن. وای اینو که از این دختر داشته باشه که خودم به شخص عاشقش میشم. یعنی تو خونه بمونیم، گیم بزنید، فیلم هم ببینید، کاری بدم بکنید، فسفود هم بابا دیگه ته دنیا هست. خدایی این دختره گیمر به نظر من برای پسرای گیمر خیلی جذابه. یعنی چون دخترها کمتر حال گیم میزنن، برین توی خونه بشینید با تا صبح فیفا بازی کنید و کلکلی خیلی حال میده. خب بچه ها اینم قسمت امروزمون بود از توییتر. امیدوارم که پستای دیگه هم ببینید. لایک، ساب، کامنت یادتون نره. اوله چنلمونه بهتر کنید دیگه. ویدیوی بعدیم به 100 تا برسه یه چالش خفن میخوام بزنم. فقط سابسکرایبامون به 100 تا برسه، ویدیوی بعدی براتون میتره کنم. برو بریم.